نام البربهاری میگیم. البربهاری نام نامش ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البربهاری. اما معنای بربهار سمعانی رحمه الله انصابانه میگوید که بربهار این چی؟ این نام داروی خودش، نام دارویی که از کجا می آوردن؟ از زمین هند کجا به بغداد به می آوردن. هم عراق دولت های همین چیز به همین خیلی مثلا هر خیلی داروی هایی که از چی می آوردن، نام همین اهل بصره اهل عراق عموما چی می گفتن؟ بربهار می گفتن. الان به یعنی امام بربهاری که به همین داروی فروشی مشغول بود، انا از این جهت چی گفتن یعنی نامش چی شد، به چی مشهور شد؟ با بربهاری چی شد؟ مشهور شد. با بربهاری چی شد؟ مشهور شد. اما سال تولدش تقریبا 252 هجری، 252 مانده، یعنی هم تولدش 252، یعنی از امام بخاری رحمه الله، یعنی وقتی که 4 ساله بود، وقتی 256 بخاری وفات کرد باشه 252، یعنی چی از بخاری وفات کرد چند ساله میشد؟ یعنی چند 4 ساله میشد، 4 ساله بود یعنی زمانی، یعنی چنده میشد یعنی آخری عهد امام بخاری رحمه الله چه نام تولد شده. نام تولدش یعنی چند میشد؟ یعنی سال 252 میشد. و نام ایدن گفتم جای چش استقامتش بغداد، نام بغداد انده زندگی میکرد. نام جانب غربی یعنی غربی دریای فرات انده جای استقامتش کجا بود؟ یعنی جای غربی دریای نام فرات به زندگی میکرد. یعنی اما مشایخش زمانش هم دیگه هم مشایخو، یعنی طبعا این زمانهای که این زندگی کرده زمانهای هم یعنی ابو داود، ترمذی، ابن ماجه و نسائی زمانش هم ده. نه بخاری، مسلم یعنی چی بتیدنده؟ مسلم 261 وفات کرده باشد، یعنی 9 ساله بود بر بخاری. لیکن یعنی اینا همش چه موندگی ها، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه اینا بعد از سال 270 یعنی 30-40 ساله قریب جوان بود. هم از مشهورترین شیخاش مثل احمد ابن محمد ابن الحجاج، ابو بکر المروزی و سهل ابن عبدالله ابن یونس ابن عیسی، ابو محمد تستری. نام اینا مثلا کی بود؟ مشایخش نمینا بود. و اما طلابش یعنی شاگرداش، نام شاگردای بخاری امام بربهاری رحمه الله، از همه مشهورترینش که وای عبیدالله ابن محمد ابن بطه العکبوری، ابن بطه صاحب کتاب الحیل، صاحب کتاب الابانه الکبرى و الصغرى، چیش مؤلف کتابای الابانه کبرى صغرى چی میشد؟ یعنی مؤلفش ابن بطه العکبوری رحمه الله چی میشد؟ یعنی از شاگرداش میشد. سونی علی کل یعنی بربهاری رحمه الله چه مشهور معلوم نزد اهل علمنده. نام خطیب بغدادی رحمه الله میگوید که یعنی زمانش هم که بود میگوید رئیس الحنبلیه بود، رئیسی که بود یعنی حنبلیه بغداد انده، رئیسی که حنابله ها بود یعنی. نعم یعنی صاحب سنه و اهل علم سنواشون بسیار مثل ابن ابی اعلا و ابن الجوزی و امام الذهبی، نعم و غیر ها چی میکنن، یعنی ابن مفلح مثلا مقصد ارشدنده، همه به چی؟ به خوبی و به نیکی ذکر کردن، یعنی چه جمع، یعنی صاحب علم، صاحب دیانت، قدوه و امام، شیخ و حنابله و فقیه و عابد گفته، همه به چی؟ به هم کلمه خوب، به کلمه های بزرگ یعنی چی میکردن؟ بربهاری رحمه الله چه ذکر میکردن. و بربهاری رحمه الله به چی مشغول بود؟ یعنی به چی مشغول؟ به الشده فی السنه، یعنی الصلابه یعنی صلب بود، یعنی سنه به سخت یعنی چی رعایت میکرد، از سنه دفاع میکرد، از سنه سخت نام دفاع میکرد رحمه الله. هم به ابن جوزی میگوید که کان شدیدا علی اهل الاتنام علی اهل البدع، یعنی اهل بدع به سخت بود، یعنی سخت رد ها ردود چی میکرد، یعنی
یعنی رد میکرد قولاشون به. ذهبی میگه که کان قوالا بالحق داعیة الى الاثر لا يخاف في الله لومة لائم. نعم یعنی کان قوالا بالحق یعنی دائم چه میگفت؟ حق میگفت و اثر به دائم دعوت کرده. نعم فقط که از الله سبحانه و تعالی چه میکرد؟ یعنی میترسید سبحانه و تعالی. نعم همین از همین بربهاری این مثل اومدگی. این از شیخش شاگردش ابن بطه میگرد، ابن بطه از شیخش گرفته که بربهاری که همین عباره مشهور ای که تشبیه اهل بدع بمن بماذا بالعقارب. نعم یعنی اهل بدع مثل گژدم گفته که گفتگی بربهاری عبارش اهل بدع میگفت مثل کی؟ مثل گژدم. مثل گژدم. برای که گژدم هم چه میکند؟ یعنی ناگهانی هجوم میکند که یعنی وقتی که اومده میشینی گژدم هجوم نمیکنه، لیکن وقتی که نشسته آرام شده، وقتی که خودت بی خطر حس میکنی، علمیننده چی میکند؟ یعنی هجوم میکند. علمیننده چی میکند؟ یعنی هجوم کرده میگزد آدم. علم خیلی اهل بدعت اولی امرنده هیچ وقت چه بدعتش نمیگفت، لیکن وقتی که یعنی خلاص دستش بافتید سون بدعتاش چی میکند؟ یعنی جاری میکند. یعنی نعم یعنی كذلك امام بربهاری رحمه الله با چی بود؟ یعنی با ورع و تقوا مشهور بود. حتی وقتی که پدرش میراث میگذارد میراث پدرش نمیگیرد، برای که یعنی چی میکرد؟ یعنی نعم یعنی بعضی کارها داشت که پدرش از جهت مکروه چیز گفته، یعنی حرام نیست، از جهت چی باید من باب نعم مشتبهات گفته چیکار میکرد؟ یعنی میراث ترک کرده بود. طبعا یعنی اهل علم یعنی به چی به فتنه نمیشد. این امام بربهاری هم رحمه الله آخر عمرش چی بیانه بعض نام ابتلاها به چی شد؟ یعنی ابتلاها به گرفتار شده بود. یعنی اهل بدعت مثلا چی میکردن؟ بسیار اذیت رسوندن، بسیار ضررهاش رسوندن رحمه الله، لیکن با وجود همین همش صبر کرد. سال 329 هجری بغداد چی میکند امام رحمه الله؟ وفات میکند. نام سال 29 یعنی سال وفاتش چند بود است؟ یعنی نعم سال نعم 329 وفات میکنه. نعم نعم